سلام، خوش اومدین به درس با ما. این جلسه میخوایم قواعد درس اول رو با هم یاد بگیریم. کلمات، در خصوص کلمات باید بگیم که هر جمله از قرار گرفتن کلمات کنار هم به وجود میان و اینکه بخوایم بگیم که انواع کلمات رو بخوایم توضیح بدیم. انواع کلمات، چند نوع کلمات داریم؟ ما اسم داریم، فعل و حرف داریم. خب حرف ها مثل ال توی عربیه، یا مثلا الا یا فی. فعل ها مثل هر فعلی، مثلا ذهب. خب اینا همه چیان؟ فعلن. اسم ها هم مثلا میشه معلم، مدرسه، که آشنا هستیم باش. خب گفتیم در خصوص اسما میخوایم توضیح بدیم. اسما کلماتی هم که معنی دارن اما زمان خاصی ندارن، حالا از نظر جنس، عدد، به جدولی که میخوایم بکشیم تنظیم میشن. خب اسما اسم چیا هستن؟ خب اسم داریم مفرده، تو زبان فارسی هم داریم مثنا هستش. مثنا یعنی اینکه دو نفرن و جمع هم که بیشتر از دو نفرن. بیشتر از دو نفر مثنا یعنی دو نفر. خب مفرد هم یعنی یکی دیگه، یک نفر. تکی خودش میشه مفرد. حالا درباره الان میخوایم مفرد توضیح بدیم. مفرد خودش باز میشه و همه اینا تک تک باز میشن و دربارهشون یاد میگیریم. خب مفرد اسم گفتیم دیگه، مثلا معلم. خب معلم، خب میدونید توی عربی هر چیزی مثنا و مؤنث و مذکر خودشو داره، یعنی هر چیزی یعنی باید بشناسیش، حالا اون آقاه، خانومه، حالا چه بسا که اسم باشه. الان برای چیزی که میخوایم بخونیم اسم مفرد. خب مفردها به چند دسته تقسیم میشن؟ مفرد داریم اسم مفرد، بنویسم اسم مفرد. مفردها گفتیم که هر چیزی تو عربی مذکر و مؤنث داره. مذکر داریم، مؤنث داریم. خب مذکر هیچی نمیگیره، یعنی یه اسم داریم، مثلا داریم معلم. این معلم وقتی هیچی نداره آخرش باید یه شناسه، یه حالا کسره ای بیاد. این شناسه هیچی نداره تهش ولی مؤنث داره، مثلا از این ته برش میذاریم یا این ته برش میذاریم، یا مثلا این زائد قرار میگیره، یا مثلا ای زائد برش قرار میگیره. که حالا فعلا ما این دوتا رو بیشتر میبینیم تو عربی، این دوتا رو، یعنی اینا حالا کم دیده میشه، لازم نیست زیاد تمرکز کنیم روش. مثلا معلمت وقتی شما تو جمله دارین معلمت، خب این یعنی اسمیه که مفرده و مؤنثه، یعنی شما خیلی راحت میتونین از آخر اسم متوجه بشین که این حالا مؤنثه، حالا مذکره، چی هستش. ولی وقتی که خالی میاد شما میفهمید که این خالی آخرش اومده، خب این یعنی اسمیه که مذکره. حالا میریم الان میخوایم درباره مثنا صحبت کنیم. اسم مثنا دیگه مفرد یا یکی نیست، دو نفر هستش. نگاه کنین دو نفر توش نقش دارن. خب مثلا تو فارسی شما میگین اون دو نفر، یا مثلا یو به کل میگین شما، ولی خب اینجا یه قانونی داره که آخرش یه شناسه ای میاد و باید اینو رعایت کنیم. خب الان بخوایم درباره این توضیح بدیم. مثنا بازم دو تا میشه، یعنی دو شاخه میشه. بازم مذکر داریم، مؤنث داریم. خب برای مذکرهای ما خب ببینید چیا داریم.
آخر اسم داریم در واقع اسم میخونیم دیگه. شما یه اسم رو ثابت نگه دارین. حالا این آخرش باید یه شناسه‌ای بیاد. آنه و ینه. میبینین آخراشو شبیه همه. اینو نکته داشته باشین که یه وقت توی جمع هم میخوایم بکارشون ببرین دچار اشتباه نشین. ببینید این نگاه کنین آنه یعنی آنه رو یادتون باشه، یعنی رو میتونین تشخیص بدین. می‌نویسیم برای مؤنث. مؤنث باید چیکار کنیم؟ مؤنث اصلا سخت نیست. اینو دیدین که میگه آنه و یعنی، اینو بگین تانه و تینه. یعنی دقیقاً یه دونه حرف ت به اول مذکر اضافه میکنیم میشه مؤنث. ببینین تینه یا تینه، هر جوری که میخونید. حالا اینجا دو تا نکته وجود داره، دو تا نکته‌ای که شما میتونید راحت‌تر اون رو حفظ کنید، دچار مشکل نشین. خب یه دونه این که الان این تی که اول اضافه کردیم من پررنگ میکنم شما بتونید راحت متوجهش بشین. یعنی خب ببینید ت فقط آوردیم، بقیه اجزا همونه دیگه. چی هستش؟ ببینید اینجا کسر ا داشتیم، اینجا هم کسر ا داشتیم، اینجا هم کسر ا داریم. یعنی بعد که میریم توی جمع ممکنه بعد دچار مشکل بشیم، ولی وقتی که بدونید که وقتی که همچین روتینی مثلا یه همچین ملودی میسازین که آنه و یعنی تانه و تینه، اونجا توی جمع که میخوایم یاد بگیریم دچار مشکل نمیشین. الان اولی هر کسره بگیره، دومی همون کسره رو میگیره. مخصوصا برای این رو دقت بکنین چون توی جمع ما یه چیز داریم به نام یعنی. خب کسرش با هم فرق میکنه و چون توی امتحانا معمولا کلمه میدن و میخوان که شما بگین که این چی هستش، مثلا مثنای مذکر هستش، سالم مذکر هستش، باید حتما دقت کنین به این و این. خب چون قشنگ میتونه یک نمره شما جابجا کنه. مثلا شما اینو میده، شما فکر میکنه خب من اینو مثنا خوندم پس اینو مینویسم مثنای مذکر، در صورتی که چی؟ این جمع مذکره که قراره بخونیم. پس به این که حالا کلیدی تره دقت بکنید چون اینا معمولا فقط برای مثنا هستش. خب ما خوندیم، یه دور مرور میکنیم. گفتیم که اسم داریم، اسمای ما 3 تا بخش میشن: مفرد، مثنا و چی؟ جمع. ما اینو خوندیم، اینم خوندیم، رسیدیم الان به جمع. خب هر کدوم اینا رو 2 تا شاخه کردیم، مذکر، مؤنث، اینم همینطور. حالا جمع ما هم 3 تا بخش میشه. بعد از اون 3 تا بخش ببینید 3 تا بخش میشه. خب که الان میخوایم بخونیم. بعدش دوباره این بخش اولش میرسه به مذکر و مؤنث که الان میخونیم، اینم به راحتی یادش میگیریم. انواع جمع اینم کاری نداره، فقط یکم نیاز به دقت داره که اگه یاد بگیرین دیگه به مشکل نمیخوریم. خب ببینید 3 تا انواع داره: سالم، مکسر و اسم جمع. خب اینا رو اول میذاریم، من اول اینا رو توضیح بدم. مکسر یا اول میخوای اسم جمع. اسم جمع کلماتی هستند که اصلا مفرد ندارن، معلومه دیگه، اسمش روشه، اسمی که جمعه. مثلا چی؟ مثل شعب یا ناس یا ملت. خب اسم جمع مثلا ملت یا مثلا قبیلت. خب اینا اسمی هستند که شما وقت میگیم ملت دیگه این مفرد نداره، اسمیه که همیشه جمعه. یعنی یه قبیله که شما میگی منظورتون یه گروهی هن دیگه. یا ناس، معمولا ناس هم میشه مردم. و اینکه کلماتی هستن که در آخرشون نشانه مفرد مؤنث میاد ولی در واقع اونا نشانه مفرد بودن نیست، در واقع شکل واقعی بودن همون جمله است. اسم جمع چیه؟ مثلا چی هست؟ چرا اسمش جمعه؟ ببینید اسمایی هستن که کلماتی هستن که مفرد ندارند، یعنی مفرد ندارند، به صورت جمع به کار میرن، ولی یه نکته داره.
مثل ملت، قبیلت یا ناس. اینا اسم جمعن، یعنی مفردشون نیست، وجود نداره. ناس یعنی مردم، قبیلت هم یعنی یک گروهی، یه قبیله. ملت هم که ملت دیگه، شما اسم فرد نمیتونه از این در بیارین. خب یه نکته الان اینجا هست که شما میگین که ما داریم درباره اسم جمع میخونیم، درباره انواع جمع داریم میخونیم، این چرا آخرش از مفرد مؤنث آورده؟ ببین گفته بودیم که ت برای مفرد مؤنث بود، یادتونه؟ ولی اینجا اصلا ربطی به این نداره، یعنی شکل واقعی خود کلمه است. شکل واقعی خود کلمه است، یعنی اصلا بهش اضافه نشده، نشانه هم نیستش، همون خود کلمه است. شکل واقعی چه که ما نباید اشتباه بگیریم حالا با مفرد مؤنث. مثلا نگاه کنید، ناس مثلا اون رو نداره، خود کلمه است، که این قبیلت هم خود کلمه است، اینم همینطور. جمع مکسر چه؟ جمع مکسر رو پایه های قبل هم به صورت خیلی کوتاه و مختصر خونده بودیم. شکل مفرد کلمه هستش که در اون شکسته میشه، یه حروف یا حرفی به اون اضافه یا کم میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا مسکین میشه مساکین. ببینید مسکین، این خب میشه چی؟ مساکین. دیدین؟ میگه شکل مفرد کلمه میشکونیمش، حرف یا حروفی رو بهش اضافه میکنیم. شما الان بخوایم با قرمز بنویسم، ببینید مسکین، الان شما چی دارید اینجا ازش؟ این آ اضافه شده. خب که رو داریم؟ من داریم حالا کین. ببینید شما یک حرفی رو بهش اضافه کردید. حالا یه حرفی هم حتی میتونیم بشکنیمش. چجوری؟ کتاب بشه کتب. خب کتب میشه. شما الان این رو اومدین شکوندین، حالا این مثلا مفردشه، این یعنی حالا جمعشه. شما بیاین یه مفردی رو میشکنین میکنینش جمعش یا برعکس. خب یعنی شما وقتی که یه کلمه بهتون دادن میبینین که یه حس میکنین که کم و زیاد شده، بدونین که اون جمع مکسره. پس توی امتحان می‌نویسیم جمع مکسر. جمع از نوع مکسرش یعنی حالا شکسته شده. خب مکسر یعنی شکسته شده. خب رسیدیم به جمع سالم که از همه مهمتره و نیاز به دقت داره. خب ببینید 3 تا انواع داشت: سالم، مکسر، اسم جمع. مکسر و اسم جمع رو یاد گرفتیم. میرسیم به سالم. خب مثنی و مفرد یادته که مذکر مؤنث داشت، اینجا هم همینطوریه، این هم مذکر داره، این هم مؤنث داره. یعنی جمعیه که سالمه و اینکه شکل مفرد که سالم میمونه، فقط به انتهای اون علامت جمع میچسبونیم، به خاطر همین اسمش سالمه. خب حالا دقیقا مثل قبله، فقط این منظورش چند نفره. مثلا مفرد داشتیم 1 نفر بود، مثنی داشتیم 2 نفر بود. جمع یعنی چند نفر، بیشتر از 2 نفر. اسمو یاد ثابت نگه دار، با آخرش فقط علامت جمع میچسبونیم. مذکر حالا نشانهاش چی هستش؟ مثلا یه اسم داریم، آخرش میایم اونه، ببینید حالا یا نه. خب این الان دارید. خب الان میتونید بگید که این آخرش باید اینو داشته باشه یا اینو. درسته، اینو باید داشته باشه، چون که برای مثنی من ذکر کردم که وقتی که اولی یک کسره رو داشته باشه، دومی هم همون شبیه اون رو داشته باشه که بهتر یادمون بمونه، اینطور بهتر یادمون میمونه. و این که اونه یا نه، چون این کسره ا داره، اینم کسره ا باید داشته باشه، پس اینو پاک میکنیم.
تا اینجا یاد گرفتیم. خب میگیم برای مؤنث. خب این خیلی ساده است، یعنی تو عربی های پایه گذشته 7 و 8 و 9 من یاد گرفتیم همینه. یعنی مثلا معلمات، خب این یعنی چند معلم خانوم، یا مثلا معلمون. خب آورده، بدونید که این چیه؟ برای مذکره، حالا جمع سالم هم هست. یا مثلا معلمین. خب این برای چیه؟ جمع سالم مذکر. حالا بیایم یه دونه براتون ممکنه که این دوتا که الان جمع سالم رو یاد گرفتیم ممکنه براتون سخت باشه، ولی الان یه مثال میزنم. مثلا معلمین، معلمین. خب اینو تو امتحان میدید شما این دوتا که هر دوتا توی هر دوتاشون یکیه. خب این هم همینطور، درسته؟ تنها چیزی که فرق داره این دوتاست. خب میان میگید که ما مشخص میکنیم، میگیم ما تانه و تینه داشتیم، یعنی چیزی که ساده هستش برای مؤنثشه میگیم تانه و تینه، پس اون یکی بالاش آنه و ینه بود، پس میگیم که برای این چیه؟ مثنای مذکر. یعنی چی؟ یعنی دو معلم آقا. این چی؟ میگیم اونه و ینه بود. میگیم وقتی که ا داره یعنی برای مثنای، وقتی ا داره برای چیه؟ برای جمع سالم مذکره. ببینید جمع سالم مذکر دیگه. اینجا بحث این نیست که بفهم متوجه بشید که حالا مؤنث یا مذکره. چون که اینجا مذکر که هست، مؤنث چون که اینو میگرفت دیگه بر جمع سالم. ولی اینجا فقط بحث اینه که شما متوجه بشین که این اول تشخیص بدین که این که حالا یه و نش مشترکه، این اول کسره ها رو تشخیص بدین، بعد دیگه میتونید متوجه بشین، به سادگی متوجه بشین که این چیه؟ مذکره. چون که اگه این مثلا مؤنث بود باید ت می آورد. خب این اگه جمع سالم مؤنث بود باید الف ت می آورد. میدونی؟ یعنی فقط سر مثنی و جمع سالمش باید دقت کنیم، وگرنه بقیه‌اش به سادگی میشه تشخیص داد. خب این هم یعنی چند معلم. خب کلمه داریم به نام معلمات، یعنی معلم ها، چند نفر معلم. خب مفردش میشه معلمت. دیدین؟ یعنی شما از یک گروهی از زنان بخواین، یه گروهی از حالا معلم ها بخواین یه معلم رو در بیارین، بازم یه خانوم میمونه دیگه. شما نمینویسین معلم که معلم غلطه بچه‌ها. شما وقتی یه چند تا خانوم اینجا هسته شما یه خانوم ازش برمیداری، بازم همون یه خانومه، پس باید مفرد مؤنث براش به کار ببری. پس میشه چی؟ میای معلم که روی اسم دیگه، حالا این اومده بود بهش آت اضافه کرده بودش چی؟ کرده بودش جمع سالم مؤنث. خب از بین اون معلم ها گفت آقا یه دونه معلم بیشتر نمیخوام، معلم بازم اون معلم خانومه، تبدیلش کرد به مفرد مؤنث. دیدی؟ پس کلمه نشانه آخرش رو گذاشت معلمت. این الان یعنی یک معلم اونجا هستش، یک معلم خانوم. این هم نکتهش. یعنی شما بخوایم جمع سالم مؤنث رو که الف ت داره رو به مفرد مؤنث تبدیل کنی، باید علامت ت یا این ت رو بذارین.
تا فرد نوشته بشه، فرد خونده بشه، فرد اون به عنوان یک فرد اون معلم رو بشناسم.